گفتیم حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ذی‌النورین، عثمان جامع قرآن، 5 سال بعد از ولادت با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. یعنی که در سال 5 عام الفیل 5 سال از حضرت رسول الله خورتر است. در عائله یکی از اشراف قریش پدر حضرت عثمان عفان ابن ابی العاص یکی از ثروتمندان قریش بود، نبیره امیه. و این شخص در میان قریش نفوذ بسیار زیادی داشت، مال و ثروت بی نهایت زیادی داشت. از نظر پدری اگر بگیریم، حضرت عثمان در 4م جد با حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می پیوندد. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ببینید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که کنیش خوب میدونید، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. در عبد مناف علاقه یک جویه می شوند. از اولاد مادری حضرت عثمان هم گیریم، مادرش اروا بنت کریز در عبد مناف با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک می شود. مادر حضرت عثمان همچنین دختر عمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. یعنی از نظر مادریش هم ببینید به رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده پیوند به هم می پیوندند. زیرا که مادر اروا ام حکیم خواهر شقیقه عبدالله است. با عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک پدر یک مادرند. یعنی مامی حضرت عثمان، ببینه ماما کلان حضرت عثمان از چیزی مادری خب مامش میشه. بله مامی حضرت عثمان امی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس مادر حضرت عثمان دختر امی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خیش قرابت بسیار نزدیک، پیوندی بسیار نزدیک دارد. از بس که مال و ثروتش کفایه میکرد، پدرش از خوردی به حضرت عثمان تعلیم به نهایت خوب داد. علم کتابت، علم قرائت، حتی علم خطبه و بلاغت از براش آموخته بود. بسیار انگوش شمار بودن او کسایی که از علم خطبه، از علم خط نوشت با خبر بدن. ما به شما گفته بودیم که در سال بعثت با سعادت جناب سرور عالم، یعنی که در سال 610 میلادی اون زمانی که حضرت عثمان رکی مرد 35 ساله بود، به بلاغت رسیده، مردی فهیم، مردی زیرک، تاجری ثروتمند بود، در مکه مکرمه همگی 17 نفر شخص سواد خواندن و نوشتن داشتند خلاص در تمام مکه. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آورد، در مدینه شمارش و از این کمتر بود است، 11 نفر. این به تاریخ ثابت است. پس حضرت عثمان در زمان خود تربیه کافی یافته بود، تعلیم کافی گرفته بود، یعنی از شخصان دانشمند و عاقل زمان خود محسوب میشد. از خوردی پدرش از دنیا گذشت، حالی با بلاغت نرسیده بود که پدرش از دنیا گذشت و تحت سرپرستی عمکش حکم ابن ابی العاص بزرگ شد. بسیار مهربانانه بزرگش میکرد تا آن زمانی که حضرت عثمان بالغ شد، به بلاغت رسید و مال و ثروت پدر را به دستش تسلیم کرد عمکش. حضرت عثمان به تجارت شروع کرد. تجارتش تجارت مال و متاع بود، یعنی بزازی. حضرت عثمان بزاز بود، میرفت از شام مال و متاع میخرید، به قول امروزه متریال میخرید و می آورد در مکه در تجارت او را میگذاشت. تاجر کلان بود. وقتی که به تجارت میرفت کاروان ها داشت همراهش. یک زمان حضرت عثمان از
دعوت های رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه شد که مرد از بنی قریش از قوم خویش اقرباش پیدا شده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. اگه این ما بر رمز میگوییم، در یک جا میزیستند. محمد صلی الله علیه و سلم حبیب قریش بود، با نام محمد الامین معروف بود، میدونستنش همش. اما عثمان شنید که همین محمد الامین محمدی که هرگز دروغ نگفته است، در امور دنیوی حتی ادعا کرده است که او پیامبر و برگزیده خدا است و مبعوث به سوی بندگان خدا از برای قیادت و سیادت است. حضرت عثمان شخصی را طلب کرد که با او مصاحبه کنه در این موضوع و حقیقت دریابد که این تا کدام درجه را اصل دارد. از ابوبکر صدیق شخصی حلیمتر، داناتر، واقفتر کسی را در مکه نیافت. نزد ابوبکر آمد، با حضرت ابوبکر معاملات داشت، هر درم تاجر بودند و هر درم آدمای صاحب عقل صاحب خیرت بودند، فرزانه بودند. انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه، شخصای صاحب الفضل فقط صاحب فضل ها میشناسند. نزدش آمد گفت یا ابوبکر یک مشکل دارم، چنین سخنا شنیدم، آیا همینا اصل دارن؟ حضرت ابوبکر با مقدمه صحبت شروع کرد. گفت یا عثمان، تو شخصی عاقل هستی، با فراست هستی، صاحب علم و معرفت هستی، خودت میدونی خداوند عقل داده است که از این بت‌های سنگی که قوم ما و تو میپرستند یگان فایده و منفعت نیست، هیچ از دستشو کار ساخته نیست، نه به کسی سود آورده میتوانند نه به کسی زیان رسانده میتوانند. حضرت عثمان گفت قسم به خدا گپت حق است، من میدونم که این هبل و لات و این عزا به درد کسی نمیخورند، یک خوسه بیجان و بیروح هستند. صدیق گفت ابوبکر، پس گفت این شخصی که نزد ما و شما و پیامبری مبعوث گشته است رسول خدا است، برای باز کردن چشم ما، برای رسانیدن حقیقت حال به ما و تو به اینجا آمده است. اگر گفت بخواهی من تو را نزد او میبرم. حضرت عثمان میگوید در همین حالتی صحبت و مذاکره بدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزد ما گذشت همراه علی. حضرت ابوبکر صدیق در حال از جاش پرید خیست، پیش حضرت رفت، چند با هم صحبت داشتن. بعد هر دو نزد من اومدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد نزد من، گفت یا عثمان، بپذیر امر پروردگارت را، اطاعت کن امر پروردگارت را که تو را به عبادت خود میخواند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند میگوید ما انس و جن را از برای عبادت خلق کرده ایم، برای آن آفریده ایم که عبادت مرا کنند. تو را به خدا مثل قریشی های بدبخت بی‌طالع نشو. حضرت عثمان گفت قسم به خدا یا رسول الله، از زمانی که سخن از دهن تو شنیدم در وجودم چنان اثرات کرد که حقیقت برام یقین گشت. اکنون چیکار کنم؟ حضرت کلمه شهادت براش عرضه داشت. حضرت عثمان با کلمه شهادت وارد اسلام شد، یعنی از زمره اولین مسلمانایی است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط میانه روی ابوبکر صدیق بیعت کرده است. یادتان باشد در وقتی که ساعت‌هایی که در موضوع حضرت ابوبکر صدیق صحبت میکردیم، ما گفتیم که صدیق اول شخصی بود که اسلام دعوت اسلامی را از عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرانتر و فراتر پهن کرد. ابوبکر صدیق به این کار شروع کرد. صدیق بود که شخصایی را که با پیامبر صلی الله علیه و سلم قرابت داشتند اما قرابت دور از بنی هاشم نبودند، دعوت کرد به سوی اسلام، مثل عثمان ابن عفان، مثل عبیده ابن جراح، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل عبدالرحمن ابن عوف و امثال اینا را که همه در عشره مبشره الحمدلله داخل هستند. پس حضرت عثمان به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم به سعادت دارین به دین مبین اسلام مشرف گشت. وقتی که از اسلام او امکش حکم ابن عاص
که گفتیم از اشراف قریش بود، از سردرشو و متمردا بود، از او کسایی بود که نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جهل مرکب داشتند، دشمنی و عداوت می‌ورزیدند. آگاه شد، حضرت عثمان گرفت در خانه حبس کرد. گفت تو دین پدر و جد اجداد خود ترک کردی؟ تو چی از پدر داناتر هستی؟ از بابا داناتر هستی؟ امروز هم متاسفانه این سخن در گرد اطراف ما میشنویم. همون مسافدا ایتو چنین تو نمیدونستن، همون مسافدا فلان و بسمدان نمیکردن. وقتی که میگویی که اشاره سبب سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یک دلیلایت میارن که فلان بابا ای دنیا گذشت چنین تو نمیدونست، و فلان باباش ای دنیا گذشت چنین تو نمیدونست. و این علم باباها نیست، این علم عالما ای. بخد بیای مردم. علم حکم ابن عاصم به همین دلایل پوسیده و فرسودش که پدرت که ترا تولد کرده است چنین تو نمیدونست، بابا چنین تو نمیدونست. حضرت عثمان بیچاره را گرفت حبس خانگی کرد که تا زمانی که از دین محمد صلی الله علیه و سلم بیزاری نجویی، روی نتابی، برای تو آزادی نیست. حضرت عثمان گفت قسم به خدا اگر طعام قطع کنی ای گرسنگی در همینجا هلاکم که بشم، از این دینی حق بر نمیگردم. حقیقت این دین من دریافتم. چند روز حبسش کرد. حضرت عثمان دیگر نان و طعام هم نمیخورد. حکم ابن عاص وقتی که اراده استواری جیانی خود شدید تا این حد است برادرزادش رهاش کرد. خواهی گفته که توکلت به خدا، تو دیگه اصلاح نمیشیده، تو فناتیک شده. امروز متاسفانه پدرای بی نماز و بی سعادت فرزندش که نماز خوان شده است به مسجد میاد فناتیک گفته نمیگذارم. پس حضرت عثمان آوازه و شهرت اسلامش در بین قریش آشکار شد. یک چیز برای تو بگم که عثمان در میان قریش چنان محبوب بود، چنان محب بود، هیچ کس از قریش نسبت عثمان نفرت نداشت، دشمنی نداشت. حتی وقتی که مادرها کودکای خودشون خوب میکردن و گهواره میجنباندن، یک سرود بسیار مشهور بود به دعا میگفتن پروردگار ترا پسر جان محبوب خود گرداند همچنانی که عثمان محبوب قریش است. همه دوستش میداشت، خرد و بزرگ، زن مرد، پیر جوان. عثمان بسیار حلیم بود، به نهایت حلیم بود. حلم او حلم صحابه ها را میماند. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باری نشسته بود، در اخبار آمده است کرتش اندک بالاتر بود، ساقهای مبارک با زانو میتافت. ابوبکر صدیق آمد، شکل و وضع خویش تغییر نداد. حضرت عمر آمد، تغییر نداد. اما وقتی عثمان آمد گرفت پاش طرف خود کشید، زیر لباس کرد. حیران شدن مردم که چرا این کار کرد. گفت الا استحیی ممن تستحیی منه الملائکه. آخه از مردی که ملائکه ها از او شرم میدارن چه شرم ندارم. تو همین حد حضرت عثمان حلیم بود، مهربان بود. وقتی که جور و ظلم بر مسلمان ها به نهایت زیاد بود، حضرت عثمان به این جور و ظلم نمیرسید. اولا گفتیم حضرت عثمان اشراف زاده بود، از بنی امیه بود. ثانیا حلیم بود، همه دوستش می داشتن. همه ابو جهل ملعون هم دوستش می داشت، ابو لهب ملعون هم دوستش می داشت. از همین خاطر برای حضرت عثمان یگان خوف خطری نبود، کسی او را آزار نمیداد، اما دینی او را آزار میدادند، برادرای دینی او را آزار میدادند. از همین خاطر وقتی که امر پیامبر صلی الله علیه و سلم از برای مسلمانان شد برای مهاجرت به حبشه، حضرت عثمان از اولین ها شده مهاجرت حبشه را اختیار کرد. با همراه همسر با وفاش رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت رسول الله رقیه دخترش در ازدواج حضرت عثمان در آورده بود، عائله حضرت عثمان بود. چرا این سفر اختیار کرد؟ امروز محققا وقتی که تحقیق میکنن آخه میگن به هیچ چیز تهدید نمیکرد، یکان خوف و خطری نبود. چرا سفر مشکل و مهاجرت حبشه را اختیار کرد؟
میگویند از بس که حضرت عثمان بسیار حلیم بود، مهربان بود، به خاطر دلبرداری مهاجرای مسلمانی که اکثر فقیر بودن، نادار بودن، در عذاب و شکنجه قرار داشتن، همین سفر اختیار کرد. تصور کنید که یک مرد ثروتمند با ابرو همراه اینا که سفر میکرد، البته که دلشان قوی میشد، میل رغبتشون به هجرت بیشتر میشد. پس حضرت عثمان از همون مهاجرا است، از زمره بزرگای اسلام است، این شرافت هم دریافت است. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت مدینه را اختیار کرد و امر شده بود به هجرت مدینه، حضرت عثمان از زمره اولین ها بود، به مدینه منوره اومد، از قوم خیش اقربای خود علاقش کند، اگر چنده گفتیم که در میان قریش بسیار محبوب بود. همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در تدوین دولت اول اسلامی شرکت جست است. حضرت عثمان هنر و خوب چه بگیم تجربه کافی تجارت داشت، مثل عبدالرحمن ابن عوف. در اندک مدت با صاحب مال ثروت بی‌نهایت زیاد شد، ثروتمند بود، همه جانبه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دستگیری میکرد با جان و با مالش. در سال دوم هجرت که واقعه بدر رخ داد، حضرت عثمان در جنگ بدر شرکت کرده نتوانست، زیرا همسرش رقیه در حالت مرگ قرار داشت، بیماریش بسیار شدید شده بود. از این خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براش رخصت نداد، گفت اویله اختبانی کن. مسلمانان ظفر یافتند در حرب بدر، اما وقتی که بازگشت کردند یک خبر بسیار تلخ وفات دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم خرسندیشون مخشوش ساخت. حضرت عثمان اویلش در خاک گذاشت. بعد چند پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی بعد گذشتن ما عیده زم، حضرت صلی الله علیه و سلم دختر دوم خیش ام کلثوم به نکاحش درآورد. از نظر فرزندای حضرت رسول الله گیریم دختر سوم می شود، یعنی که باز یک دختر دیگر شو برای حضرت عثمان داد. پیشتر میگذاریم بعد چند سال وقتی که ام کلثوم از دنیا گذشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عثمان تسلیت داد، گفت یا عثمان دیگر دختر ندارم، دختری به شوهر و اینو برای تو میدادم. چه شرف بزرگ است که پیامبر مرد را به دامادی خود اختیار کنه. ببینید بعد وفات یک دختر دیگر را با او دهد، با براش تسلیت بده که اگر به شرطی که دختری دیگر به شوهر می داشتم بازم به نکاح تو می در آوردمش. خب پسر کوتاه‌تر کنیم، حضرت عثمان گفته مال و ثروت زیاد داشت، در دیگر لشکرکشی ها همراه لشکر اسلام بود، در پهلوی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، هم حالت های تلخ عذاب اثر گذران، هم حالت های شیرین با رفاهیت. در سال ششم هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه مسلمانان به خاطر انجام دادن حج عمره به جانب مکه ره سپار شدند. همین راه طولانی را طی کردند. وقتی که در مضافات حرم در حدیبیه نام یک موضع وارد گشتند، قریش همه به پا خواست، شمشیرها کشیدند بر ضد حاجی هایی که در بدن حرم دارند. این قریشی های بدبخت که کافر بودند ولی خداوند به اسلام مشرف شو نگردانده بود، با شمشیر و با تفنگ خواهیم شدند. گفتن نمیگذاریم که تا وقت ما زنده هستیم شما داخل مکه گردید. هرچند فهماندن شد که ما به خاطر حج آمده ایم، اما سخن عاقلانه را عاقل میفهمد. مردی که تعصب عقل او را علاقه زد و دست عقلش از عقل بیگانش کرده است، برای او سخن چه فایده دارد؟ پیشینادان دلایل عقلی چون چراغ است پیش نابینا. او آدمی که نادان است برای او دلیل مثل هم چراغ در پیش چشم نابینا است، هیچ فایده و منفعت از او حاصل نمی کند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان ابن عفان رضی الله عنه را وکیل خود تعیین کرد و برای گفت و شنید همچون نماینده به مکه فرستاد تا اینکه از نام مسلمانان با قریش گفتگوزار کند.
چند سالها بعدتر زمانی که حضرت عبدالله ابن عمر علیه پیر شده بود، خلفای راشد در قید حیات نبودن، یک مرد از مصر بدبختانه به حضرت عثمان خواست طعنه زند. گفت عثمان در بیعت رضوان نبود. حالا انشاءالله بیعت رضوان براتون شرح میتم. حضرت عبدالله ابن عمر گفت که ای ببصر، ای احمق، اگر نزد قریش محبوبتر از عثمان کسی میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم همون را میفرستاد. اما کسی محبوبتر از قریش نبود، کسی با ابرو و عزتتر از عثمان در نزد قریش نبود. از این خاطر عثمان نماینده پیامبر بود. از این شرف زیاد می شود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خودش برداشت در بیعت رضوان و گفت این دست است، دست راستش برداشت، گفت این دست عثمان است و با یک دستش به دست دیگرش بیعت کرد. یعنی از نام عثمان پیغمبر خود با خود بیعت کرده است. شرف از این زیاد می شود. حضرت عثمان وقوفش در مکه تأخیر کرد، نخواست آوازه برخواست. همه آوازها همیشه هستند، همیشه بدن، گمان میکنم تا روز قیامت وجود دارند. بعضا یک آوازهای میشنوی که هیچ حقیقت نداره. آوازه شد که قریش عثمان کشتیان، مسلمان ها به شور آمدن. عثمان نزد مسلمان ها بسیار عزیز بود، همه شمشیر را از نیام کشیدن. در یک دست شمشیر، با دست دیگر نزد پیغمبر اومدن بیعت کردن که قسم به خدا خون عثمان هم میستانیم، تا آخران قطره خون با این دشمن غدار جنگ میکنیم که نماینده ما را کشته است. و در همین بیعت که با نام بیعت رضوان قرآن صفت وصف شد در قرآن آورده است که خداوند راضی شد از اون مردا، از اون صلحایی که با تو بیعت کردن ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، دست خدا بالای دست ایشان است، ظفر خدا همراه اینا است. و در همه جا گفتم در همین بیعت رضوان از بس که عثمان نبود و به زعم مسلمان ها، به گمان مسلمان ها حضرت عثمان به شهادت رسیده بود، اوازه شده بود که کشتیانش، حضرت رسول الله دستی خودش برداشت گفت این دست عثمان است و دست راست شد و با دست چپ خود بیعت کرد، دست چپ از جانب خودش و دست راست از جانب حضرت عثمان، در حالی که حضرت عثمان حیات بود. قریش او را پاس بداشتن، عزتش میکردن. حتی با عثمان پیشنهاد شد، گفتن یا عثمان داخل مکه شدی، تو در پیش کعبه هستی، یک بار طواف کن ببره. گفت نه قسم به خدا من هیچ وقت به خودم روا نمیدارم که شما ظالما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زیارت خانه خدا منع میکنید، به من اجازه دهید که من طواف کنم. به پیغمبر طواف بر من حرامه. ادب ببینه، پیش دستی نکرد، داخلی مکه بود، در نزد کعبه بود، گفت به پیغمبر طواف بر من حرامه. علامه بوصیری در قصیده معروفش ارائه آورده است که ببینه که عثمان چه ادب بزرگی از خود نشان داد که به رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت خانه خدا را بر خود روا ندید و خدای بزرگم در عوض این ادب براش چه شرفی بزرگی داد که حبیب خدا، افضل پیغمبرای خدا، دست راست خودش دست عثمان گویان خود با خود بیعت کرد. این به خاطر همون ادبی بود که حضرت عثمان از خود ظاهر نموده و نشان داد. حضرت عثمان گفتیم بسیار ثروتمند بود. بعدا وقتی که سال 8 پیامبر صلی الله علیه و سلم به حرب تبوک مردم یعنی مسلمانان را به لشکر دعوت کرد و این لشکر کشی در حال میشد که هوا به نهایت تفسان به تصور کنید در ماهای ایول اوگوست حجاز چقدر گرم می شود و چقدر می تفسد. با صحراهای می رفتن که بی آب بی گیاه، هم سنگ هم ریگ. از طرف دیگر لشکر در اکثری لشکر کمبغلا تشکیل می کردن، آدمایی که امکان نداشتن، شرایط نداشتن. همین جیش با نام جیش اسرا، لشکری مشکلی، لشکری مشقت در تاریخ یاد می شود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد گفت من جهز جیش اسرا فله الجنه. هر کسی که جیش اسرا را
همین لشکری که در مشقت مشکلی گرفتار شده است دستگیری میکند، فله الجنه، جنت برای او عطا کرده می شود. و از واقعهای مهم در مسجد اعلان میکردند. عبدالله ابن سموره روایت میکنه که حضرت عثمان 1000 دینار طلا، 1000 سکه طلا را آورد در دامن پیغمبر ریزون. این 1000 دینار طلاش به نهایت مبلغی کلان است، خاصتا در او عصر زمان ها. و 1000 شتر و 15 اسب در اختیار مسلمان ها قرار داد، برای مسلمان ها داد. حضرت رسول الله گفت بعد ای عثمان امین ای، هر گناهی که کنه برای او زیان نداره. غرض از این سخن چی است؟ خداوند را مورد هدایت خودش قرار داده است، هیچ وقت نمیگذارد که عثمان دست به جنایت به گناه بزنه. عثمان گفت امین است من بعد در حفظ پروردگاره. و در همین رزم حضرت عثمان در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بعدی بازگشت از همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در هنگام طواف وداع رسول الله صلی الله علیه و سلم مشایعت کرد تا اینکه آخر الامر با وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنان در سوگواری افتاد. حدیث ها با این ما را خبر میدهند، ما از احادیث آگاه هستیم. بار ششم با چنان اندوهگین حضرت عمر از پهلوش گذشت، السلام علیکم یا عثمان، گفت جوابی سلامش نگردان. حضرت عمر در تعجب بود، پیش صدیق آمد، هیچ التفات به عمر نکرد. عثمان پیش صدیق آمد، گفت یا عثمان جوابی سلامی مرا نگردان. هر دو همراه آمدن نزدش، ابوبکر صدیق در پهلوش نشست، گفت یا عثمان چرا جوابی سلامی برادرت نمیگردانی؟ گفت قسم به خدا سلام نداد است. حضرت عمر گفت من سلام دادم، نه نگاه هم نکردی، هیچ التفات به سوی من نکردی. عثمان گفت والله خبر ندارم. یک امر همین قدر محزونم کرده است که نمیدانم که درد دل ما به کی بگم، که چرا زمانی که پیغمبر زنده بود در بین ما بود سوالش نکردم. که همین بعضی وسوسه هایی که در دل ما بعضا میآید، این شیطان ملعون انسان به وسوسه نمیگذارد. یک وسوسه هایی میشود که انسان در دهشت میغلطد بعضا. او خداوند برای همین ما را مؤاخذه میکند. حضرت صدیق گفت یا عثمان، گفت من این جواب به تو میگم، زیرا من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرده بودم. حضرت عثمان دستاش بوسید، گفت فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدا شود یا صدیق، واقعا تو مقدم هستی بر ما. بگو که چی پاسخ گفت؟ گفت حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند از امت من در میگذرد وساوس و فکرهای بد تا زمانی که او فکرها را به زبان نرانند یا موافق آن عمل نکنند. در غیر این خداوند گناه امتی مرا در میگذرد. خب در زمان خلافت ابوبکر صدیق و حضرت عمر، عثمان ذی‌نورین از مشاورای نزدیک این خلیفه راشد بود. وقتی که حضرت عمر زخم خورد، قصه‌اش من بعد شما شنیدید، حضرت 6 نفر به شورا تعیین کرد که یکی از آنها عثمان ذی‌نورین بود. گفت از همین 6 نفر باید یک نفرش خلیفه مسلمان ها شود. و تکرار دیگر نمیکنیم، برای شما با حدیث، با استدلال از حدیث بخاری بیان ساختیم که عاقبت الامر، کار امر به حضرت عثمان گذشت و حضرت عثمان با یک شیرمردی اگرچه به 30 سالش به جای رسیده بود، تصور کنه که 78 79 ساله بود، همین شرف قبول کرد، رهبری و سیادت قیادت مسلمانان را به عهده گرفت، به دوش گرفت. الحال میگذاریم به فتحیات و کشورکشایی ها و جنگ و زد و خوردهایی که در زمان خلافت حضرت عثمان با دشمنان رخ داده است. اگر بعدا وقت امکان دهد انشاءالله درباره فتنه شروع میکنیم صحبت. فتنه ای را که در سال 6 خلافت حضرت عثمان مسلمانان را فرا گرفت که مسلمانان به گروه ها جدا شدند، دست تعدی و تعرض به همدیگر دراز کردند. انشاءالله اگر خدا وقت داد در این باره ها مفصلا صحبت میکنیم.
اگر امکان نشد با انشاءالله هفته آینده. حالی صحبت های زیاد داریم، صحبت ها در پیش است. در زمان خلافت حضرت عثمان ذی‌النورین علاقه دولت اسلامی به نهایت عظیم و بزرگ شده بود. از یک جانب تا قفقاز آذربایجان در زیر تصرف مسلمانان در آمده بود، از جانب دیگر تا بلخ بامیان افغانستان قریب سرحد هندوستان، از طرف دیگر اگر گیریم تا مصر طول کشیده بود. این طرف شام و فلسطین و عراق، تمام ملک ایران پیشینه همه در زیر دست مسلمانان گذاشته بود، در زیر سیادت اسلام بود. حضرت عثمان وقتی که به سر خلافت آمد، اداره کردن چنین یک دولت بزرگ خود تصور کنید که چقدر مشکل است. رهبری یک مکتب اینقدر مشکل است، رهبری یک مسجد اینقدر مشکل است. اگه شما خودتون تصور کنید که دولت به این بزرگی چقدر مشکل است، چقدر دشوار است اداره کردنش، خاصتا در اون زمانهایی که تلفن و تلگراف نبود، بسیار کاری مردم مشکل بود. یک پای که برای آن که از یک گوشه مملکت به گوشه دیگرش بفرستی زیاده از یک ماه لازم میشد که بیچاره در اسب‌های دوان سوار امر پادشاه را رساند، امر خلیفه را به مردم به امیران رساند. خب اصلا از همه خطرناکتر ایران بود، زیرا که عراق، شام که عبارت از مثلا سوریه است، عبارت از فلسطین است و مصر از زیر ظلم و استبداد ایرانی ها و رومی ها که نجات یافته بودن، اونا فکر شورش نمی کردن، کسی در فکر شورش نبود در اینجا. ملک شام، ملک فلسطین، ملک اردن، ملک مصر مدت 970 سال در زیر اسارت روم بود. از سال 330 قبل از میلاد رومی ها ضبطش کرده بودن از زمان اسکندر مقدونی. به بعد بیچاره دیگه یگان دولتی نداشتن، هیچ وقت آزادی نداشتن تا همه سال 640 میلادی که به امر حضرت عمر فتحش کردن مسلمان ها گرفتنش، هیچ وقت اینا دولت نداشتن، در فکر دولت هم نبودن. عراق مدت 1178 سال در زیر دست، در زیر ظلم ایرانی ها بود. دولت عراق برهم داده بودن، دولت پادشاه های هیره و امثال اینا را، اونا در زیر تصرف ایران بودن. وقتی که از مسلمان ها خیر دیدن، نیکی دیدن که فرزنداشون اجازت میتن که در مکاتب عالی تعلیم گیرن، با اونا همون رفتار کرده میشد که با مسلمان ها کرده میشد. فقط از بس که زکات نمیدادن از اونا جزیه گرفته میشد، زیمه گرفته میشد. از این خاطر میل رغبت شو به دولت اسلامی از میل رغبت به او دولت پیشینه ایران و روم بیشتر بود. اما خوف و خطر همین سرزمین های ایران ده بود، زیرا ایرانی ها دولت داشتن، یک دولت ابرقدرت داشتن، جهانگیر بودن، امکان داشتن. اونا حالی در زیر تسلط زیاد نبودن، در هر گوشه یک شورش میشد، در هر گوشه یک کس میخست و مردم به شورش به جنگ دعوت میکرد بر ضد اسلام و بر ضد مسلمان ها. زیرا هنوز بعضی ها به همون تعصب به آن که دولت ما را عرب ها گرفتیان، از بس که عقل فراست نداشتن، نمیدانستن که اسلام عزیز به این سرزمین وارد شده است. برای اونا اشغالگرا عرب بودن، مسلمان نه. حاضر خصوص از اسلام ولی بهره‌ور نگشته بودن، شورش ها میبرداشتن. در همون سال اول خلافت حضرت عثمان در آذربایجان یک شورش بزرگی شد. حضرت عثمان هم فی الحال به ولید ابن عقبه، به والی عراق مکتوب نوشت که شورش پخش کن. رفتن در یک آن واحد در یک چند روز شورش آذربایجانی را پخش کردن و باز همون زیمه‌ای که در عهده شو بود هر سال از آذربایجان 800,000 دینار ستانده میشد، همون را طلب کردن با گرفتن، در زیمه شو بستن. و در ضمن با امر حضرت عثمان ولید ابن عقبه ابن ابی معیط، یکی از سرلشکرهای بسیار ماهر شد که با نام سلیمان ابن ربیعه باهلی معروف است، امر کرد که ملک ارمنستان را ضبط که در تصرف اسلام بدرد.
ارمنستان شما میدونه ارمنستان یک کم بزرگتر از حال حاضرش بود. حال یک قسمی خاک ارمنستان در ترکیه است، یک قسم زیادش به چورو هم ارارات میگن، ارارات ایدور تماشا میکنن. ارارات در تریتوری اونو نیست، اما که مشهور ارارات چرا باز در خارج از ارمنستان است. ارمنستان یک ملک بسیار سرسبز حاصل خیز بود. سلیمان ابن ربیعه رفت با ارمنی ها جنگ کرد، در ابتدا خیلی خشونت نشان دادن. این مردم ارمن بسیار سرکش است. اصلا در دنیا ارمنی مسلمان کمه، گرجی های مسلمان الحمدلله زیادن. نمیدونم شما میدونید نمیدونید، همه اجریه هست که اکثر کلش مسلمان هست. اکثر کلی اونو مسلمان اباشیدزه که گفتم بفهمه که اباسیدزه ای، یعنی ابوسف پسری عباس، همش هم خیلی های ببینید نادر نمیکیشویلی و همش هم اصل بگیری مسلمان هستند. یعنی گرجی هایی که مسلمان شدیان، اما ارمنی های مسلمان در تاریخ کمان بسیار سرسختن. اینا ارمنی مسلمان شد تا با چنین بودو. حضرت مولوی گفته است خدا کرده که ارمنی ها هم مسلمان شوند. این سرکشا شکست خوردن، گفتن ما راضی هستیم یک مبلغ با حکم زیمه برای دولت اسلامی میدهیم، فقط ما را بگذاره. از بس که در اسلام در دین زوراوری نیست، مجبوران کسی را اکراهن مسلمان نمیکنن، اختیارشون در دست شما دادن. اینا ببینید تا حاضر ارمنی ها همون نصرانی هستند. ارمنی ها در ایران هم زیاد زندگی میکنن، نصرانی هستند. مسلمان ها با اینا کار نمیگیرن. این باز یک دلیل دیگر است که تهمتی که نسبت مسلمان ها میزنن که اینا به ضرب شمشیر و به ضرب آتش مردم اجبارا مسلمان کردن، قسم به خدا دروغ محض است، یگان اصلی ندارد. در همین زمان بود که پادشاه روم هرقل از دنیا گذشت. همون هرقلوسی که زمان بعثت پیغمبر را دریافته بود، همون هرقلوسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست مبارک خود برای او را مکتوب فرستاده بود که مسلمان شو تا نجات بیابی. در ابتدا این سخن ما برای شما رسونده بودم، بسیار میل کرد به اسلام زیرا حقیقت دریافت، اما از ترس جان خودش که روحانی ها و کشیش های نصرانی مردم به شورش میبردارن ترسید، جرأت نکرد، در همون کفر در الحاد خودش باقی ماند. تا اینکه در زمان خلافت حضرت عمر اکثر ملک را از دستش زدن گرفتن. یک ملک اندکی در تصرفش بود، یعنی امپراتور روم شرقی بود. پسرش کنستانتین به سر قدرت اومد، از بس که حالی جوان بود، حالی غرور جوانی داشت، یک لشکری 80,000 نفره را جمع کرد، گفت باید با ملک شام، ملک سوریه و اردن و فلسطین از سر نو در زیر تصرف خود بگیریم. این عرب های وادیوی زدیان ملک های ما را از دست ما گرفتیان، ملک های سرحاصل و حاصل خیزترین و سردرآمدترین امپرای روم از دست شو گرفته بودن. و با این قشون 80,000 نفره یک سرلشکر بسیار ماهر و با تجربه و خیلی پرزور با نام موریان سرور تعیین شد و این لشکر آمدن در سرحدی شام قرار گرفتند. معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما وقتی که از این کار درک یافت به عثمان مکتوب نوشت، مدد پرسید، گفت لشکرشو 80,000 است، خشون ما کم است، شاید که زور ما نرسه، کمک من کن. حضرت عثمان در حال به والی عراق با ولید ابن عقبه مکتوب نوشت که 8,000 لشکر به کمک معاویه فرست. 8,000 لشکر دشمن 80,000 بود. اگه شما تصور کنید اگر لشکر شام 20,000 هم باشد، با این 8,000 همگی میشه 28,000. چی نام میشد که 28,000 بر ضد قوایی که 3 برابر قریب از اونها زیاد هستند جنگ میکند، غلبه میکند. شما فکر کنید چی سبب میشود؟ سبب ایمان است، سبب ایقان است، سبب محبت به شهادت است، سبب محبت به خدا است، سبب اجابت کردن دعوت خدا است. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شتاب کنه به سوی
مغفرت پروردگارتان، شتاب کنید به سوی جنتی که پهنه او جنت برابر 7 آسمان و زمین است و خداوند آن جنت را از برای بندگان متقی، از برای بندگان جانفدای خود آماده کرده است. یاد دارید که هنگام حرب بدر براتون قصه کرده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این آیت گفت، یکی از انصاری ها حمام در دست خرما میخورد. گفت یا رسول الله همین قدر جنت پهن است؟ گفت بله ای حمام، از این پهنتر است، از او تصوراتی که تو در دل داری جنت پهنتر و وسیعتر و زیباتر و پرنعمتر است. خرما میخورد، یک 4-5 خرمای دیگه در دستش مانده بود. با گفت دیر میشوه، پرتو خرماها را رفت چه در صف دشمن زد. اول شهید در حرب بدر همین مرد شریف بود. دیر میشوه گفت تستر مسئول همون جنت چطور کردن در کار. مسلمان ها به همین عقیده که می جنگیدن خداوند ظفرشون میداد، غلبه میکردن. حضرت عثمان وقتی که مکتوب نوشت، والی عراق ولید ابن عقبه در مسجد روز جمعه بود اعلان کرد، گفت کی به جنگ میروه، کی به جهاد میروه، برای شهادت میروه. در یک لحظه 8000 اختیاری جمع شدن، گفتن ما میریم. و همون سلیمان ابن ربیعه فاتح ارمنستان سرلشکر شد، این کرده فرستاد. وقتی که آمد در مرز شام با روم با لشکر معاویه که سردار شد، یک شخص بسیار صالح مسلمان غیور حبیب ابن مسلمه بود و خوردن در ملاقات شدن پیشنهاد کرد. حبیب گفت قبل از او که رومیا به خود بیاین و به ما هجوم کنن، بیا ما هجوم کنیم، دشمن را غافلگیر کنیم. و همه قشون 28000 نفره به خاک روم به جسارت داخل شدند. پیش از وارد گشتن زن حبیب ابن مسلمه همراهش بود است. گفت بعد کی ما میخریم قطی تو خیر خوشو تو حالا ویداع تا خیر معذور کرده میره، کی ما میخریم بگجا میخریم قطی تو. گفت زنک جان ملاقات من با تو یا در خیمه و در شتب موریان سرلشکر رومیان میشوه یا در جنت، تیاری تو ببین. ببینه جوان مرده ویداع کنیش ببینه. یا گفت ما در همون شتب کوارتیر رومی ها با هم دیگر ملاقات میکنیم در علم مرکزی لشکر شو بعد غلبه، یا در جنت شهید کشیدم در جنت انتظارت بشم. بعد شب هجوم کرد، قشون 80000 را پره تارمار کردن. موریان با همون سرورا و سرلشکراش همش قتل شد، همش کشته شد. یک عیده اندک جان به سلامت بردن. وقتی که رومی ها را تا آخران مرز پیش کردن، قریب که به همون قسطنطینیه را نزدیک شدن مسلمان ها و باز گشتن. حبیب ابن مسلمه در خیمه موریان درمد که زنش منتظر شیشت است. گفت ما همون میعادگاه آمدیم، این مرحمت. رومی ها بسیار شکست عظیم خوردن، بسیار، که تمام دولت روم به لرزه آمد. به خاطر آن که حکومتش مستقیم شود، مستحکم شود، یک کنستانتین کوشش میکرد که لااقل یک غلبه اندک برای مسلمان ها دستیاب شود تا اینکه با همون غرور و تجملی که پیش داشتن در قلبشو بیا یا همون باوری باز گردد. وقتی که شنید که یعنی از رومی های اسکندریه، شهر اسکندریه که امروز در مصر است، شنید که اونو دعوتش میکنن که بیا ما از درون شورش میبرداریم، شما از بیرون کمک کنید، شهر اسکندریه را میگیریم. در حال قشون زیادی را جمع کرد تحت سرپرستی ایمانوئیل نام یکی از سرلشکراش فرستاد با راه بحر به شهر اسکندریه. اسکندریه پورتای شهر بندری در ساحل است. در اسکندریه رومی ها زیاد میسیستند. ما در زمان خلافت حضرت عمر را بیان کردن گفته بودیم که یک سرلشکر بسیار ماهر و نامدار صحابی پیغمبر عمرو ابن عاص که بسیار سیاستمدار دوراندیش نسبت ملک مصر را ضبط کرده بود، اسکندریه را ضبط کرده بود. رومی ها از عمرو ابن عاص هراس داشتند. اما در سال دوم خلافت حضرت عثمان
عمرو ابن عاص از وظیفه معزول کرده و در جاش عبدالله ابن ابی سرح گذاشته بود. اگه عبدالله ابن ابی سرح معلوم است که تجربه و سیاست عمرو ابن عاص نداشت. از این خاطر رومی ها گمان بردن که از همین لحظه های بسیار برامون موافق استفاده برده، یعنی زمانی است که عمرو ابن عاص عوض شده است، این سرور والی نو حالی از کار پره واقف نیست، از فرصت استفاده برده و اسکندریه و بعضی ملک های مصر از دستشو میکنه میگیریم. اسکندریه از بس که شهری بندری بود، در زمان رومی ها با یک بینای بینهایت بلند اطراف خشکیش محکم بود، بسیار مشکل بود اسکندریه را گرفتن از راه خشکی، شهری بندری بود، یعنی یک استحکام بود، یک قلعه دست نوراست شده بود. امروز فورت میگن، فورت در اروپا با نام فورت معروف هستند، اما دیوارهایی که گرد شهر را محکم میکنن. از این خاطر وقتی که رومی ها به شهر اسکندریه نزدیک شدند و رومی های داخل اسکندریه شورش برداشتند، مسلمان ها چاره ای نداشتند، شکست خوردند و شهر را ترک کردند، خارج شدند. رومی ها به همون شخص مسافه بین نهایت زیاد قریب 1000 کیلومتر مسافه را ضبط کرده و گرفتند. اما بالای مردم به حد ظلم آوردند. مردم نصرانی، قبطی های مصر که مردم تاجایی مصر هستند، به خاطر آنکه یک زمان این قبطی ها طرف مسلمانان را گرفته بودند، ملکای خود تسلیم مسلمانان کرده بودند، چنان ظلم آورد این بدبخت ایمانوئیل که پنهانی مکتوب نوشتند به خلیفه عثمان که یا عثمان گفتند ما مسلمان نیستیم، ما نصرانی هستیم، اما ما از ملک مسلمانان راضی و خوشنود بدیم هستیم. این رومیان بالای ما جور و ظلم کرده استیان. همه عمرو ابن عاص را که ما میشناسیمش، عمرو ابن عاص را که رومی ها خوب میداننش، نفوذ و آبروی جنگی و سیاسیش معلوم و مشهور است، خواهش میکنیم بفرست. حضرت عثمان وقتی که مکتوب گرفت، عمرو ابن عاص با یک لشکر مجهز کرده فرستاد و آمد در مقابل ایمانوئیل استاد. جنگ وقت شروع شد، هر یک قشون به خودش، ما شما خوب میدونیم که تاکتیکای جنگی خاصه داره. بعضی ها بیشتر تکیه به سواره ها میکنن، کاوالریا، بعضی ها تکیه به تیراندازا میکنن، بعضی ها تکیه به فیلهای جنگیشو میکردن. شما خوب میدونی آخی، یعنی همین تاکتیکهای جنگی از هر دولت، از هر لشکر گوناگون است. رومی ها تاکتیکای نو استفاده بردن، تیراندازای بسیار ماهر داشتن، تیر زیاد گرفتن، بعد شروع کردن به تیر شب کردن لشکر اسلام. مثل ژاله بالای سر مسلمان ها تیر میبارید. حضرت عمرو ابن عاص که خودش پیش لشکر می جنگید، عمرو ابن عاص مثل بعضی بزدل ها از خفا نمی ایستاد، لشکر پیش فرستاد، خودش از خفا ایستاد. عمرو ابن عاص لشکرکش مسلمان با اون خاطر خدا پیروزیش میداد که پیش لشکر بود. اسبش تیر خورد، اسبش از زیر پاش افتاد، حتی دید که وضعیت بسیار ناگواره، آدم بسیار مرده استید. تیراندازاش حقیقتا تیراندازای با قوت بودن، کمانهای خوب داشتن. از این خاطر عمرو ابن عاص پیشنهاد کرد به یک پهلوان مسلمان که در میدان ببره مبارزه طلب کن. همین یک تاکتیک جنگی است. یک نفر از مسلمان ها اسبش پیش تاخت، گفت مرد هستیم رومی ها، جوان مرد داره شما، من شما را به مبارزه دعوت میکنم. اخر در اون زمان عصرها عیب شرمندگی بود که یک شخص از لشکر دشمن مبارزه طلب کند، این لشکر خاموش ایستاد. در این صورت اونها ناموسشون گو از دست دادیان. اخر مسئله ننگ ناموس پیش اومد. از این خاطر یک لحظه تیراندازا قرار کردند، یک پهلوان رومی به مقابل پهلوان مسلمان خارج شد، کمی به هم جنگیدند، خدای تعالی ظفر داد مسلمان به یک ضربه سر رومی را از تنش جدا کرد. مسلمان ها با ندای الله اکبر یک بار هجوم کردند. ببینه که یک جنگ چقدر اثرات داره و همون روز غلبه کامل آوردن. ایمانوئیل قتل شد همراه پرچم بردارش. رومی ها با ترس هراس قشون باقی مانده شو از در اسکندریه وارد شدن و در او را محکم کردند، یعنی داخل قلعه گشتند و می دانستند که مدت زیاد مقاومت کردن نمیتونن به مسلمان ها، اکثر لشکرشو کشته شدند. از همین خاطر در کشتیاشو سوار شدند و گریختند، فرار کردند. مردم اسکندریه
دروازه های در برای مسلمان ها باز کردن. حضرت عمرو بن عاص وقتی وارد شهر شد، اول امری که داد گفت همین دیوار پره از بخوبونش برکنه، تا اینکه با طمع قلعه رومی ها دیگه یاد اسکندریه نکنن. دیوار پره کندن، اسکندریه دیگه به همون زمین هموار شد. دیگر هیچ حاجت نبود که اسکندریه را بگیرن، از او فورت قرار داده و بر ضد مسلمان ها یا استحکام داشته باشند. بعد همه دیگر هیچ کس آرزوی اسکندریه را نکرده است از رومی ها. و حضرت عمر در همون مکانی که غلبه به دست آوردن مسلمان ها، امر کرد تا یک مسجد بنا کنند با نام مسجد الرحمه، تا به امروز معروف و مشهور است. بسیاری مردمی که به تماشای مصر می روند، بسیاری سیاحا به همون مسجد رفته و نماز می گذارند. این همون شکرانه پروردگار است. در مکان غلبه مسلمانان مسجد اقامت افراخت با نام مسجد الرحمه. بعدا وقتی که مضافات از شورشگرا و از کسایی که طمع داشتن محافظت کرده شد، وقتی که زلزله در روم افتاد، دیگر در ترس هراس افتادند، حضرت عثمان نقشه ضبط قسطنطینیه را کشید. قسطنطینیه کنستانتینوپل استانبول امروزه مثل همین بود. در شهر در یک موضع قرار داشت که فقط از راه بحری هم در اومده نمیشد. یک زنجیر بینهایت غرب سره کشیده بودن، همون چیزی مرمر میگن، خلیجش بگیم خلیج کلانتره، یک تنگه مرمر، گلوگاه مرمر، همونجا را با زنجیر محکم کرده بودن. امکان نبود که کشتی ها از اونجا گذشته و داخل قسطنطینیه شوند. از خارج دیوارهای دستنارس، کوههای دستنارس اطراف شهر احاطه کرده بود. از این خاطر حضرت عثمان اندیشید، مشورت مصلحت کرد، گفتند یگانه راهی ضبط نمودن قسطنطینیه از راه اندلس است، از راه اسپانیا، از طرف اروپا در اومده میشه. اصلا همین شهر استانبول ترکیه را بگیره، در قطعه اروپا داخل است، در آسیا نیست، در اروپا. یک قسمت ترکیه در قطعه اروپا است، همین شهر استانبول همون طرف داره. یعنی از جانب اروپا اگر گفتن بیاییم بدرویم، با قول امروزه وقت اروپا را میگفتن. از جانب اسپانیا و ایتالیا و بالکان اگر بیاییم گفتن، راه گشوده میشه برای ما. اما برای رسیدن به این مکان ها باید تا ساحل بحر می رسیدن، بحر میان زمین. به قول مملکت های لیبیای امروزه و تونس امروزه باید ضبط میشد. اما در این ملک قوم های بربر زندگی میکردن که مردم بسیار سلاحشور جنگاور بودن. ما از پدر و باباهم زیاد میشیدیم قلعه بربر را ضبط کرد، فلان پهلوان اسلامی فلان کارا کرد. لیکن وقتی میپرسیدی این بربر کجای، بعضیاش میگفتن بربر کلوبه، بعضیاش میگفتن بربر حصاره. خودشون نمیدونن که این بربر چی است، نام بربر را شنیده بودن نمیدونستن. بربر قوم قبیله های را میگویند که در مضافات های لیبیا، تونس یا قسم مراکش امروزه زندگی میکردن. قبیله های کوشمنچی افریقای شمالی، بسیار مردم سلاحشور، مردم مبارز بودن. از قدیم الایام اینو با مبارز بودنشون معلوم مشهور بودن. یک زمان در تریتوریای تونس امروزه یک شهر بود با نام کرفگل، قبل از اسلام و مسلمان های در زمان